دختر بلوچ ایرانی الگوی تمام دختران اماراتی شد. این دختر 35 ساله ایرانی یکی از وزیرهای اماراته. ساره امیری که به خاطر هوش و استعداد زیادش یکی از برترین مدیران دولتی اماراته. ساره در یک خانواده بلوچ ایرانی و در سیستان و بلوچستان به دنیا اومده و در دانشگاه آمریکایی امارات فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر گرفته و سالهاست نخست وزیر امارات ایشون رو به عنوان وزیر علوم پیشرفته و رئیس شورای دانشمندان کل کشور انتخاب کرده. ایشون حتی مدیر پروژه پرتاب ماهواره امید هم بوده و بنا به لیاقتش حاکم امارات گفته بچه‌های نسل جدید باید زیر دست این خانم تربیت بشن. تازگی‌ها به عنوان اولین زن آموزش و پرورش امارات هم انتخاب شده. به افتخار این دختر ایرانی و همه دختران سرزمینم این پست رو لایک کن و یه جمله زیبا براش بنویس. برای دیدن مطالب بیشتر پیج جهان نوین رو حتما دنبال کنید.